گروهی از شهروندان تاجیکستان شکایت دارند که آنها را اجازه ورود به گرجستان ندادند و از فرودگاه تبلیسی آنها را پس گرداندند. در نواری که کاربران بر رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در فرودگاه تبلیسی گرجستان اجازه ورود ندادند. مقامات گرجستان هنوز این حادثه را شرح ندادند، ولی در 2 هفته اخیر چند بار است که از راه نیافتن شهروندان تاجیکستان به گرجستان خبر می رسد. همکارم میرزانبی خالقزاد در این باره تفصیلات بیشتر دارد. میرزانبی، این گروهی که آخر هفته گذشته به گرجستان راه نیافتند چی میگویند؟ چرا آنها را به این کشور راه ندادند؟ سلام بینندگان ارجمند. بله مومن، در نوار دیده می شود که بیش از 10 نفر را از فرودگاه تبلیسی پس میگردند. آنهایی که به ما نوار فرستادند میگویند که مرزبانان گرجستان سبب راه ندادنشون را به این کشور شرح نمیدهند. یک نفری که در نوار حرف میزند میگوید او به گرجستان آمده بود تا سندهایش را به سفارت سپارد. همه حجتهایش را نشان داد ولی راهش ندادند. در نوار یک افسر پلیس به شکایت مسافر تاجیک پیشنهاد میکند که قضیه را به دادگاه کشد. این گروه مهاجران را ظاهرا از گرجستان به تاشکند برگرداندند. یکی از آنها میگوید 10 شهروند تاجیکستان را از گرجستان پس گرداندند. گرجستان یک کشور شوروی سابق است که با تاجیکستان نظام روادید ندارد. میرزانبی، راه نیافتن تاجیکان به این کشور مشکلی نو است یا در گذشته هم چنین حادثه ها بود؟ ببینید مومن، دقیقا معلوم نیست که این مشکل از کی پیدا شد، ولی شکایت ها از آخر ماه مارس در این باره پیدا شدند. از جمله روز 26 مارس خبرنگاری تاجیک انوشیروان اوریپوف گفته بود که او و چند شهروند دیگر تاجیکستان نتوانستند به خاک گرجستان وارد شوند. انوشیروان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که او با همسر و 2 فرزند خردسالش میخواستند به مقصد جهانگردی یعنی سیاحی از روسیه به گرجستان گذرند، ولی در گذرگاه بین المللی سرحدی دریالی در ماندند. وی مجبور شده است دوباره به شهر ولادیکاوکاز روسیه برگردد. به گفته این خبرنگار تاجیک، همراه او 8 شهروند دیگر تاجیکستان نیز به گرجستان راه نیافتند. معلوم نیست سبب چنین رفتار مرزبانان گرجستان چی است. در مطبوعات رسمی هم هیچ خبری درباره احتمال جاری شدن محدودیت‌های برای شهروندان تاجیکستان در این کشور قفقاز جنوبی نوشته نمی شود. پس از حمله مرگبار در مسکو که گمانبران آن را شهروندان تاجیکستان اعلام کردند، در اکثر کشورها برخورد با تاجیکان تغییر یافته است. اخیراً ترکیه نیز نظام بی‌روادید با تاجیکستان را دیگر کرد. تشکر میرزانبی. منتظر خواهیم شد که تاجیکستان با این اقدام چی عکس العمل نشان خواهد داد. ضمناً در جواب به ترکیه، تاجیکستان هم سر از 20 اپریل برای ورود شهروندان ترکیه به خاک تاجیکستان نظام روادید جاری نموده از آنها خواسته است که برای دریافت ویزا به سفارت و کنسولگری های تاجیکستان در ترکیه مراجعت کنند.